بچه من یه سوالی داشتم، میتونم بپرسم؟ بفرمایید. من یه حدود 2 سال اندروید خوندم، یعنی خیلی چند بگم از سال 98 شروع کردم اندروید خوندن، جاوا یاد گرفتن. بعد یه حدود 1 سالم سر کار رفتم، 1 سال و نیم. دیگه شرایط زندگی یه جوری بود که نتونستم کار کنم. الان که من مثلا 2 سال نتونستم کار کنم، الان اومدم ادامه بدم میبینم که کلا اندروید خیلی تغییر کرده، جاوا کلا نیست و جت بک کامبوز رو باید یاد بگیرم. تصمیم گرفتم بیام سمت فلاتر، چون حس میکنم که میتونم کارهای پروژه‌ای بیشتری سمت فلاتر انجام بدم. حالا میخوام از دوستان بپرسم راهنمایی کنن این راهی که میخوام یعنی سویچ کنم به فلاتر چقدر زمان میبره از من که کلا با اندروید استودیو کار کردم، جاوا رو میدونم، کلا بیس رو میدونم، چقدر از من زمان میبره، یا اینکه من بازار کارش من میتونم به صورت پاره وقت یا پروژه‌ای. اینا یه مقدار دوست داشتم بچه‌ها صحبت کنن اگر امکان داره. در مورد این توی همین جلسه ای که هستی مطرحش میکنم، یعنی بله. میگم بهتون. اما یه چیزیش که وجود داره اینه که هیچ کس نمیتونه بگه شما چقدر یا چه تایمی میتونین مثلا روی فلاتر مسلط بشین یا باهاش کار بکنین. حالا اگه مثلا با آیدی اندروید استودیو کار میکنین یا غیره، چون که واقعا هر کسی توانمندی های خودشو داره و هر کسی خودشو بهتر میشناسه. من دیدم و هنرجوهایی رو داشتم که تونستم بعد 2 ماه برن در واقع یه کار بزنن. بعضیا بودن تا حدودا 4 ماه هم پیش خودم بودن و بعدش رفتن کار زدن. یعنی اینا همش بستگی به خودتون داره و سعی نکنین از کسی تایم بگیرید. تایمتون رو واسه خودتون یک رقمی رو در واقع باید در نظر بگیرید. درسته. نه میخوام ببینم مثلا کار درستیه که من اندروید رو سویچ کنم به سمت فلاتر، چون شنیده بودم اونایی که کار کردن زودتر میتونن مچ بشن با فلاتر. حالا شما نمیشناسین کسی رو که اینجوری باشه که چرا؟ من اندروید بوده حالا ما بسیم. اتفاقا آدمای موفقی هم بودن به نظر من. کار حالا تا جایی که من اطلاع دارم کار خوبی هم دارید میکنید، بله. به خاطر اینکه چون فلاتر خروجی مختلفی رو ساپورت میکنه، iOS و اندروید و بله. وب و ویندوز و این چیزا که داره تقویتشون هم میکنه اون چیفه و گوگل خودش داره توسعهش میده. این موضوع مغروم به صرفگی رو ایجاد میکنه برای مشتری‌ها و این موضوع باعث میشه که توی بازار کار مطمئناً در خاطر زیاد خوبه نسبتاً. و حالا مثلا بخوام مثال بزنم، چند دور و برم پیش زمینه جاوا و اندروید این چیزا داشتن، بعد الان اومدن کامل سویچ کردن روی فلاتر و موفق هم هستن. فکر کنم یکی از نمونه های موفق همین موضوع هم آقای امیر احمد ادیبی باشن که احتمالاً آشون از بچه‌های خیلی موفق فلاترن، حالا شاید دوره هاشون هم دیده باشید. ایشون خودشون دقیقا همین کاری که شما کردین رو تقریبا انجام دادن و انشالله موفق هم هستن. باشه، ممنون از راهنماییت. سلامت باشید. دانیال جان، جلسه من بعد کاملا دست توه و استفاده میکنیم. آره، و این که ممنون از این که این وقت در اختیار من گذاشتین و من حدوداً 45 دقیقه الی 50 دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. بعد اگه عالی در مورد کار تیمی و گروهی داشتین یا در مورد فلاتر داشتین، خب دوستان هستن جواب میدم و منم در خدمت شما هستم. خب کار گروهی و تیمی که خیلی حالا من میتونم محرز بگم که کار تیمی و گروهی کلا فرق میکنن با هم دیگه. من اومدم در واقع یک
یک در واقع 2 تا اسلاید اینجا من گذاشتم که نگرش کار تیمی و گروهی رو بیان کنم و بعد برم سراغ مسائل دیگه. خب کار تیمی در واقع چیه و چی کار میکنه؟ کار تیمی اینجوری هستش که شما در واقع میاین یک تیمی رو بر حسب نیاز خودتون، مثال دارم میگم، شما سطح خودتون رو سنجیدین و حالا در راستای سطحی که دارین یه سری ایده ها و یه سری خلاقیت ها قرار پیاده بشه و واسه این کار شما به چند نفر نیاز دارین که بیان با شما یا همکار هم بشین. و کار تیمی بخوام خلاصه و مفید بهتون بگم، در واقع میاد هر نفر میاد یک بخشی از کار شما رو میگیره و یا بهتر بگم هر نفر میاد در واقع یه بخشی از اون پروژه رو میگیره و با اون پروژه شما میرین جلو. و اینکه چه تفاوتایی میتونن با کار تیمی و گروهی داشته باشن. کار تیمی مثل این مونه که شما به رهبر یا به قولی به رئیس یا بالاسری ندارین و کلا اختیار خودتون دست خودتونه و با اشتیاق و با ایده و خلاقیت میان جلو و کدتون رو میزنید. چون که ما توی فلاتر من بگم توی فلاتر یه سری ایرادهایی که توی قسمت شرکتی و اینجور داستانا داریم اینه که وقتی شما وارد یک شرکت میشین یعنی در واقع وارد یک گروه شدید، یعنی کار گروهی، وارد یک گروه میشین و وارد اون گروه که بشین ازتون نمیپرسه، یعنی این واقعا من دیدم ازتون نمیپرسه که شما واقعا به خلاقیت و ایده دارین یا نه، یا مثلا ازتون نمیپرسه که شما چقدر میتونین یک کدی رو مثلا درک کنین، بفهمینش و با روش خودتون کد بزنین. این چیزها رو واقعا من دیدم نمیپرسن و فقط یه چیزی که ازتون میخوان اینه که شما بیاین کدتون رو بنویسین و اون اپلیکیشن یا وب ساخته بشه، بعد لانچش کنین که ما بتونیم یه خروجی ازش بگیریم. دقیقاً کار تیمی برعکسشه. یعنی تو کار تیمی اگر شما یک جای کارتون مثلا شما یک جای کمکاری کردی یا به قولی به یک باگی خوردید، اون تیم با اون نفراتی که وجود دارن همشون به داد شما میرسن و شما رو از اون باگ نجات میدن و یه سری تجربیاتی واسه شما درست میکنن، یه سری تجربیاتی که هیچ جای کار گروهی نمیتونه همچین کاری رو واسه شما انجام بده. پس کار تیمی به این برمیگرده. مثل چی میمونه؟ مثل یک تیم والیبال، مثل یک تیم فوتبال میمونه که شما همتون با همدیگه به طور همزمان همتون با همدیگه دارین توی یک کار، توی یک مسیر دارین تلاش میکنین تا به یک جایگاهی برسین. اون جایگاه واسه همتونه، نه واسه یک نفر. و اینجاست که شما اگر به یک رهبری هم نیاز داشته باشین اینه که در واقع تدارکاتی چیزی هستش رو میاد بهتون در واقع میده. کار تیمی به این برمیگرده و اینجوریه. حالا کار گروهی به چه شکل میشه؟ کار گروهی یعنی اینکه یک نفر همیشه بالای سر شما وجود داره که اون یک نفر بهتون میگه چه کاری رو انجام بدین، چه کاری رو انجام ندین، چه کد بنویسین در واقع، چه جوری کد ننویسین در واقع، و اینکه شما از چه پلاگینی قرار استفاده بکنید، از چه پلاگین استفاده نکنید، از چه اسست منیجمنتی استفاده بکنید، از چه اسست منیجمنتی استفاده نکنید. اینا همه رو میاد اون بالاسری بهتون میگه و شما هیچ اختیاری از خودتون، یعنی به اندازه که تو کار تیمی از خودتون اختیار داری، اینجا هیچ اختیاری از خودتون نداری. من اینجا مزایا و معایبش رو گذاشتم که شما من دیگه روخانی نمی کنم در واقع، اینجا گذاشتم که چشمتون ببینه و متوجه این موضوعات بشه و بتونه قشنگتر درکش کنه. و آره دیگه. خب کار گروهی یعنی که یه نفر پس میاد بالای سرتون و میاد همه چیزو بهتون میگه، ولی تو کار تیمی هم چیزی رو ما نداریم
و تو کار تیمی خیلی راحت‌تر و مفیدتر داریم کارمون رو انجام میدیم. حالا یه سری خوبیایی تو این کار تیمی، توی کار گروهی هم وجود داره. مثلا اینکه شما وقتی که تو کار گروهی هم یه سری خوبیایی وجود داره. مثال این که شما توی کار گروهی این که مثلا یک نفر بیا تو پروژه و از تو پروژه بخواد بره خیلی کم اتفاق میفته، یا ترک پروژه یا ترک شغل خیلی کم اتفاق میفته واسش. ولی تو کار تیمی نه، مثلا حالا این که رفت و اومدش همیشه هست و این که یک تیم پابرجایی داشته باشین بازم به شناخت خودتون برمیگرده. اول با خودتون رو بشناسین، بعد اون همکارتون رو در واقع بشناسین. تو کار تیمی یه خورده دوستانه تر میشه، یه خورده یعنی کار بهتون بیشتر لذت میده. به پولش، به درآمدی که هستش پشت این قضیه خیلی دیرتر میرسین، اما تو کار گروهی نه، زودتر میرسین به این درآمد. کسایی که مثلا خلقیاتشون اینجوریه که مثلا دوست دارن تنها کار بکنن یا هر چیز دیگه تو این مباحث، خب میرن سمت کار گروهی، چون کار گروهی خیلی بهتر واسهشون عمل میکنه تا کار تیمی. تو کار تیمی در واقع آموزش میتونین ببینین، یعنی انقدر آموزش ببینین که سطح ارتقاتون مثلا از جونیور کسین به میدلور تبدیل بشه، از میدلور کسین به سنیور تبدیل بشه تو کار تیمی. تو کار گروهی خیلی کم میذارن آموزش ببینیم. مثلا من تو یک شرکتی که بودم، کل وقتی که میذاشتن مثلا من آموزش ببینم موقعی بود که کلا کار تعطیل شده بود و اون تایم فقط دست خودم بود و اون تایم من 1000 تا کار داشتم و نمیتونستم حقیقتا بیام آموزش ببینم. آموزشایی هم که میدیدم واقعا خب خیلی سری میتونستم ردش کنم، چون واقعا نمیتونستم واسش مثلا ارزش قائل بشم یا واقعا بهش بها بدم. تو کار گروهی یه سری خصوصیات خوب داره، یه سری خصوصیات بد داره که این خصوصیات خوب و بدش رو من اینجا واسهتون آوردم همینجور که بهتون گفتم. خب پس توی کار تیمی و گروهی به این شکله. اگر توی کار تیمی و گروهی مشکلی یا اگر سوال چیزی دارین میتونین ازم بپرسین که من بتونم جوابتون رو بدم، که یه خورده با هم دیگه بیشتر مشارکت کنیم خیلی بهتره. من در خدمتم. دانیال جان، پس کار گروهی به این شکلی که یه چارچوب خیلی خیلی محکمی هست و اون بالا سری ما خیلی قوانینی که اونجا وضع شده خیلی محکمه و اجازه این که خیلی حالا برنامه نویس یا توسعه دهنده بیاد یه تغییراتی مثلا یه چیزای جدیدی خودش بزنه استفاده کنه یه کمتره نسبت به کار تیمیه. آره دقیقا خیلی کمتره. دقیقا مثلا توی کار گروهی پیش اومده که مثلا یکی از همکارا به یک مشکلی میخوره که مثلا میخواد اون مشکلش رو تو فلاتر رفع کنه. خب اون شخص که بالا سرش هستش میگه بابا این پروژه فورس ماژوره، من باید زودتر اینو تحویلش بدم، باید فلان کارو بکنم، تو زودتر باید اینو اوکی کنی فلان اینو. اون شخص دیگه نمیره اون آموزش رو ببینه که اون مثلا اون باگش رو خودش بیاد رفع کنه. وابسته میشه به استک اوورفلو یا سایت های مشابه این که فقط بتونه این باگ رو رفعش بکنه. آره که دیگه این من توی همچین شرکتی تجربه داشتم. دقیقاً شرکت، حالا تو داری میگی من دارم میفهمم، اون شرکتی من بودم از اون شرکت‌های گروهی بوده نه تیمی. اذیتم کسایی که مثلا خصوصیات اخلاقیشون یا شخصیتشون اینطوره که خیلی میخوان پیشرفت کنن و اگه مثلا من اولا هم خیلی افتاده بودم توی همچین شرایطی، واقعا نمیشه پیشرفت کرد. انگار مثل یه دستگاهی میمونی که فقط یه وظیفه خاص رو باید انجام بدی، یه تسکایی که میگیری و خیلی
زود سر موقع، خیلی بدون اینکه بتونی یه مانوری هم اون وسط بدی، یکم بیشتر یاد بگیری. آره واقعا این فرصت ها داده نمیشه به آدم. آره. و یه سری موردایی هم که وجود داره، شما اگه مثلا بخواین یک تیم یا به قول تیم ورک رو بیان شما تشکیل بدین، شما به حدوداً به یه سری موارد نیاز دارین. یعنی یه سری چارچوب هستش که شما باید به تابع اون چارچوب باید بیاین جلو. مثال، شما وقتی قراره شما یک تیمو یا در واقع یک تیم ورک رو داشته باشین، شما باید از یه سری مواقع از یه سری دانستنی باید استفاده بکنید. این که واقعا اخلاق و انعطاف پذیر باشه، یا اینکه من مثلا توی تیم خودم یا توی تیمی که الان هستم، اینجوری بگم خیلی بهتره، تو تیمی که الان هستم تنها چیزی که واسه من الان خیلی مهمه واسه اون تیم اینه که اصلا واسه مهم نیست که مثلا اون شخصی که داره بهم درخواست میده که بیاد با من کار بکنه یا همکارم بشه واقعا چیزی بلده یا نه. من فقط ازش یک سوال میپرسم، میگم آقا شما علاقه و انگیزه یادگیری فلاتر رو دارین یا نه؟ بعد اونجا یعنی یکی از پایه‌هاش همینه که شما واقعا با اون شخص ارتباطتون رو اینجوری برقرار کنید که واقعا ببینین که واقعا علاقه داره یا مثلا فلاتر یاد بگیر یا اصلا یاد گرفته، چه کارایی کرده، به چه باگایی خورده، تونسته رفعش کنه نکنه. اینجور چیزا واقعا میتونه توی تیم خیلی مهم باشن. یعنی اگر الان ما بهش نگاه کنیم شاید مثلا چیز خیلی بزرگی نیاد، ولی وقتی که قرار یک پروژه خیلی سنگین قرار راه ببری، اینجور مسائل راحت‌تر بهش برمیخوری و راحت‌تر میتونی درکش کنی که اون تیمی که شما در واقع دارین آیا از پس این پروژه برمیاد یا نه. خب پس کار گروهی رو متوجه شدین، کار تیمی هم که بهتون گفتم به چه شکله. میایم یه سری ابزارهایی هست که توی کار تیمی و دورکاری دارن انجام میدن. یعنی ما در واقع این که توی مثلا مکان خودمون هستیم، توی خونه خودمون هستیم و قراره یک کاری رو انجام بدیم، به یه سری ابزارات نیاز داریم واسه اون کار که اون یه سری ابزارات من اومدم حدوداً این یک سری سایت ها هستن که ایرانی هستن، یه سری سایت ها نه ایرانی نیستن، ولی خب ازشون استفاده کردم، خودم با این چارتا خیلی کار کردم، واسه همین این چارتا رو من مثلا میتونم توی کار تیمی که دارین یا کار دورکاری که دارین بهتون بگم. خب یه سری ابزارات مثل میزیتو میاد در واقع چی کار میکنه؟ میزیتو شما میاین اونجا به راحتی میتونی یک پروژه رو هندل کنین و بعد از اینکه پروژه هندل شد شما میتونین تسکاتون رو اونجا ببینید و اونجا میتونیم باهاش ارتباط بیشتری بگیریم. اگه من بخوام محیطش رو واسهتون باز کنم، بذارید بیارم اینجا. خب بذار اینجا من بذاری اینو با مرورگر کرومم بازش کنم اینجوری بهتره. خب این در واقع محیط میزیتو هستش که ما اینجا در واقع میتونیم سازمان خودمون که حالا اون یک نفر توی یه تیم یا کسی که باهاش دورکاری توی یک شرکتی رفتیم و قرار دورکاری باهاش کار بکنین،
یک اون شخص میاد در واقع اون سازمان رو درست میکنه، تشکیل میده و شما توی این پروژه که هستین اینجا یک پروژه واسهتون باز میشه که روی این پروژه شما کلید بکنین کل تسک واسهتون میاد و از اون تسک ها میتونین قشنگ واسه این که شما اون پروژه رو ببینین زود تمام میکنین یا دیر تمام میکنین قشنگ باش ارتباط بگیرین و هندلش کنین. پس یکیش این بود و یکیش گیتاب بود که گیتاب خیلی مهمه، مثل یک مخزن سورس کد میمونه که توی یک برنامه‌نویس باید اینو یاد داشته باشه و اینکه باید اینو توی دورکاری که باهاش دارین باید اینو هندلش کنین و بذارین اینو قطعش کنین. این هم محیط گیتاب هستش که همه تون مطمئنم باش آشناییت دارین و باهاش کار کردین حداقل و اینکه باهاش بیر کلا ارتباط هم مطمئنم باهاش برقرار کردین به چه شکل هستش. بعد کلاکیفای میاد چی کار میکنه؟ در واقع اون تایمی که قرار شما مثلا شما توی شرکت کاری قراره باهاش کار بکنین احتمالاً بیاد از کلاکیفای و مشابه این سایت استفاده بکنه. کلاکیفای میاد چی کار میکنه؟ اون تایمی که شما در واقع دارین و اگه من بتونم لاگین کنم، اون تایمی که شما کار میکنین و در واقع اینجا باید شما ثبتشو بکنین که موقع مثلا واردیاتون یا به هر نحوی به مشکل نخورید. آره نمیتونم باید اینجا رمز و ایمیل همو بزنم که متاسفانه روی فایرفاکس ندارم. بذارین ببرم روی خب اینجا بریم. اینجاست. خب تا موقعی که اینجا باز میشه بریم بقیه موردا. و آخری فیگما هستش که برنامه نویس باید یه خورده با فیگما باید آشناییت رو داشته باشه. حالا این چیزایی که من میگم خیلی مقدماتیه، خیلی ولی خب از همین مقدماتی شروع میشه و اینکه شما بخواید توی شرکتی کار بکنید دقیقا با همین ابزارها باید کار بکنید و مخصوصا توی کار تیمی باید از این ابزارها استفاده بکنید برای تیمتون. و تو کار گروهی هم که ظاهراً خودشون احتمالاً یک سایت یک جایی رو در نظر گرفتن واسه شما، فقط قرار شما با اون سایت آشنا بشین. یعنی به نظر من اگر واقعاً شرایطشو دارین و اینکه میتونین یک تیم تشکیل بدین، حتما به نظر من به جای اینکه برین کار گروهی رو انتخاب کنین بیاین کار تیمی رو انتخاب کنین و یک تیمی واسه خودتون داشته باشین و بر پایه اون تیم بیاین بالا. و اگر مهارتی هستش یا بخواین ارزش خودتون رو بسنجین، تو کار تیمی میتونین بسنجین تا کار گروهی. حالا اگه سوالی چیزی هستش من در خدمتتون هستم. بچه ها کیا تا حالا توی شرکت ها کار کردن؟ یه هر کی میخواد صحبت کنه یه اطلاعاتی بده ببینیم کیا چیکار کردن تا حالا و توی چه نوع تیم هایی یا شرکت هایی بودن. تو اون گروهیه بودید یا تو اون حالت تیمی که میگه آقا دانیال؟ هر کی خواست میکروفونش رو روشن کنه یه صحبتی بکنه. کسی سوالی هم داشت بپرس. در مورد کار گروهی و تیمی، حالا شاید یکی از چیزای مهمش اون به قولن خود کار باشه. مثلا اگه تو کار گروهی همیشه شما مجبورین به کارفرماتون به قولن یه چیزی ارائه بدین، یعنی به قولن سلسله مراتب سمتی و یه چیزا باید رعایت بشه. ولی تو کار گروهی و اینا یه کمی مدیریتش سخته، یعنی حتما توی
واقعا یه شرایط خیلی عادیه بین همین بچه‌ها. میگم تو کار واقعا تیمی کمی سخته مدیریت واقعا تسکا. حتما باید یه شرایط ضوابطی باشه که بچه‌های بین تیم واقعا کاراشون رو اوکی کنن. این بکنم فرق بین حالا کار تیمی و گروهی به این شکل باشه، یعنی اون واقعا هر شخصی اون وظیفه خودش رو خوب انجام بده. یه کارفرمایی حتما باید کاراشون رو رصد کنه. به نظرم این تنها فرق بین کار گروهی و تیمی باشه. درست همینطوریه. بچه‌ها از کدوم شهر هستید؟ بدونیم از کجای ایران و جای دیگه هستید. من خودم بوشهر هستم. حالا توی بوشهر توی شرکت کار می‌کنی؟ ما خودم تو شرکت بومی هستیم، بازاریابی موارد وطن زرین که هم PMLA میشه، توی بازار شبکه‌ای هستیم. حالا من خودم حالا هم دات نت کارم، هم حالا فلاتر کار. خیلی عالی. از بوشهر، تهران، زنجان، کرج. کسی از بچه‌ها هستش که مثلا توی شرکتی یا یک تیمی داشته باشه، توی شرکتی کار بکنه یا تیمی داشته باشه، یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم، مشارکت داشته باشیم؟ سلام به همگی. خیلی ممنون از توضیحاتتون. من اینکه پرسیدین کی الان داره توی تیم یا گروه کار میکنه، میخواستم یه تجربه بگم. الان من با 3-4 تا بچه‌ها، یعنی میشه گفت همون تیمی است بیشتر، ولی خود داریم توی شرکتی با هم کار میکنیم که یه جورایی هم تیمیه و هم گروهی، یعنی تلفیقشه. و خب این تجربه جالبیه برای من که حالا وقتی کار با کارفرما و اینا میشه، یه جورایی تبدیل میشه به اون گروهیه که مثلا باید کار رو برسونی و چیزی که اونا میخواین رو انجام بدی. ولی در این حال بین خودمون خیلی مثلا دست خودمون بازه، یا کلا اون لذتی که توی این کار هست، چون مثلا همه با هم رفیقیم، چند برابر شده. خواستم اینو بگم که کلا واقعا این که میگیم فرق داره، خیلی فرق داره. اصلا محیط کار رو نمیدونم، انگیزه ای که مثلا بچه ها میتونن داشته باشن. و حالا بستگی هم داره، مثلا اگه شما برین توی شرکتی کار کنیم که اولین تجربتون باشه یا مثلا کسی رو نشناسین، اگه باز اونجا مثلا 3-4 تا آدم باشن که باهاشون خیلی خوب گرم بگیرین و اینا، باز اون تجربه خوبی که میگیرین خیلی خوب میشه. یعنی بتونین خودتون رو آداپته کنین با محیط و لذتش رو ببرین دیگه. خلاصه آره دقیقاً همینجوریه. خیلی خیلی لذت بخشه. کجاست این شرکت؟ آره من توی کرجه، خودم حالا تهران هستم، ولی برعکس اون کرجیایی که میان تهران، من از تهران میرم کرج. و یکی از دلایلش هم همینه که میگم خودمون یه جورایی 3-4 تا رفیقیم و دلیل اینکه اصلا اونجا هنوز دارم کار میکنم سر همینه. خیلی هم عالی. خیلی هم حتی خودم از اردبیلی هم، مثلا شما گفتی اردبیل، همشهری شدیم که اردبیلی هم. آره ولی خب تهران زندگی میکنم دیگه. خیلی هم عالی. خوبه دیگه، همشهری هم پیدا میکنم توی اینجا، همشهری و همکار. آره واقعا. بعد مثلا سازمان، اون جایی که داریم با هم دیگه کار میکنیم، مثلا میتونی در مورد
اینکه چطوری چیده شده و چه بخشایی دارید، چطوری با هم همکاری میکنید، یه توضیح کوتاهی بدی در حد 2 دقیقه جلسه، چون احتمالاً قطع میشه. منم آره لینکو آره. ساختم. چون همین که اینجا تموم میشه من همون لحظه لینکو میذارم توی کانال و گروه، بیاید اون یکی، چون که انگار به محدودیت 1 ساعته گوگل میت خوردیم، توی جلسات قبلی نداشتیم اینو، اولین باره دارم میبینم این اتفاق برامون رخ داده. همین که تموم بشه اون لینک جدید بیایید از اونجا ادامه بدیم، جلسه تموم نمیشه. آره میگفتی آقا رضا؟ آره ببین الان جایی که حالا کار میکنم بیشتر یه استارتاپه، یعنی سازمان حالا خیلی بزرگی بگیم که بخشای مختلفی داشته باشه نیست حالت استارتاپی باشه و سر همینه که میگم مثلا محیطش جوریه که میتونی لذت بیشتری ببری. حالا تو مثلا سازمان خیلی بزرگتری بخوای کار کنی، چون قطعا اون چارچوبایی که داره خیلی بیشتره، بعد واحدایی که داره خیلی بیشتره، مجبوری یه ذره منضبط‌تر، یه ذره تو چارچوب بیشتری باید کار کنی. ولی خب تو محیط استارتاپی با اینکه پول نمیدن یا مثلا پولش خیلی کمتره، ولی خب اون تجربه شیرین تری داری. حالا اما رشدی که میتونی توی اینا داشته باشی به نظرم توی یه سازمان بزرگ خیلی رشد بیشتری میتونی داشته باشی، از لحاظ تجربه میگم، حالا آموزش دیدن و منظورم نیست. حالا برای ما هم یه چنین حالتیه، یعنی استارتاپی بود البته که خیلی واحد زیادی نداشت، ولی مثلا تو همین واحد برنامه‌نویسیش من خودم سویفت کار میکردم و سویفت iOS میزدم و الان اتفاقا با خود بچه‌ها نشستیم به این یه جمع شدیم نگاه کردیم که بهتر بیایم سمت فلاتر و اینکه خود حالا مدیریت و اینا هم در نظر داشتن که یه ذره هزینه ها رو کم کنن. به همین دلیل اصلا به ما پیشنهاد دادن که هممون با هم بیایم سمت فلاتر. اینطوری شد که اصلا اومدیم فلاتر هم یاد گرفتیم و الان حالا هم سویفت میزنیم هم فلاتر میزنیم و یه جورایی اون اپایی که داشتیم رو داریم ریفکتور میکنیم که با فلاتر iOS و اندرویدش با هم بیاد بالا و مثلا همزمان باشه یه جورایی. خیلی از شرکت‌ها مثلا حالا در رابطه با کارآموزی هم اگه بخوام بگم، من خودم با کارآموزی اصلا شروع کردم. حالا تو وضع من تو لینکدین می‌بینم مثلا وضع استخدامی‌ها و کارآموزی اینا خیلی همه گلایه میکنن. حالا طرف میاد میگه که مثلا من چون تازه برم مثلا هر قیمتی شده برای شرکتی کار کنم، مثلا مفت کار کنم، بالاخره دارم یاد میگیرم و اینا. ولی اونم میگم باز مثلا شرکت داریم که میاد برای همون کارآموزش حقوق چند میلیونی میده، حالا غیر از حقوق رفت آمد و اینا، و شرکت داریم نه مثلا میگم 1 سال بعد برای من مفت کار کنیم. همینو بستگی داره که حالا ببینید خودتون سطحتون چجوریه، یعنی پیشرفت بدین خودتون که بتونین حالا انتخابای بیشتری داشته باشین تا اینکه نه مثلا مجبور باشین که فقط 1-2 تا انتخاب مثلا معمولی داشته باشین. همین، مرسی. خیلی ممنون. وضعیت کلی و همینطوری همه جا همه میخوریم، وضعیتی که زیاد نمیشه، یعنی شرکت ها زیاد نمیذارن، یعنی بیشتر شرکت ها انقدر از اون دسته گروهی هن که آقا دانیال میگفت، کار گروهی، و زیاد فرصت این که طرف بتونه خوب پیشرفت کنه رو نمیدن و فقط اون تسکی که باید انجام بشه توی زمان مخصوص و مورد نظر بیشتر اون هدف مهمه. اینطوری انگاره. خب یه جورایی اگه ما نگاه الان دارید حالت استارتاپی کار میکنید، راضید از این حالت توی مثلا پیشرفت؟ قطعا فکر کنم اینطوری باشه توی استارتاپ یادگیری و فرصت مانور هم خیلی بیشتر میشه. آره تو استارتاپ ببخشید برای آموزش خیلی بهتره، چون از همین ما فلاتر رو خود استارتاپ بهمون گفت برین یاد بگیرین، حالا شاید زور هم میتونست بکنه ولی خب ما با علاقه اون سمتش. ولی خب استارتاپ پولی ازش در نمیاد، اینو من بگم اینجا. اگه مثلا یه شرکت استارتاپیه میگه ما اولشیم و اینا،
برای پیشرفت میتونیم واردش بشیم، ولی خب برای درآمد و اینا خیلی بهش فکر نکنیم. آره دیگه، استارتاپ این حالتو داره، تا نتیجه نگیره خبری از پول نیست. ولی اون یکی حالا این حقوقه رو میده دیگه، کسی این بستگی به شرط زندگی داره دیگه، به سبک زندگی طرف، هدفی که داره، گزینه‌های مختلفی هست پیش رو که باید حالا هر کی نسبت به شرط زندگیش خودش استفاده کنه، یعنی انتخاب کنه. آرزا شما از چه ابزار آره دیگه. استفاده میکنید تا حالا؟ مثلا چه ابزارهایی؟ چون موضوع بحث امروز ما هست، اینم بگید لطفا. بعد آقا دانیال، من خیلی عذر میخوام ازت دانیال جان، دومین باره میونه صحبتت دارم وارد میشه. اینو گفتم بپرسم از آقا رضا، بعد شما خودت ادامه بده. این ابزارهایی که میگین، حالا ابزاری که معرفی شد رو با ایرانیاش که کار نکنم، ولی خب ما خودمون الان با گیت لب کار میکنیم برای حالا هم بحث گیتمون، هم حالا چیز دیگه که داره. ولی ابزار مثلا مدیریت پروژه اینا هم خیلی به اون شکل استفاده نکردیم، ولی در حد مثلا ترلو و اینا یه تجربه‌ای داشتیم، ولی اونطوری بیشتر درون سازمانی بوده مثلا تا اینکه ابزار خاصی بخوایم استفاده کنیم. امکان حالا استارتاپی که کار میکنید، خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشی، اون حالت فقط کلیش توی مثلا بگید تقریبا چه کاری دارید انجام میدید؟ آره الان ما یه استارتاپ تو حوزه پزشکیه، یعنی یه جورایی وقت ویزیت بین یعنی میتونی بری توش ویزیت بگیری، وقت بگیری مثلا به صورت تصویری یا متنی، دکتر مثلا بهت زنگ بزنه یا مثلا ازش سوال بپرسی به صورت متنی، برای مثلا کسایی که حالا دسترسی به دکتر ندارن یا مثلا شهرستان دور. یه چنین حالتیه، یعنی تو این حوزه کار میکنیم. آها، خیلی عالی. من خوش آمدید میگم به بچه‌ای که تازه اومدن و دانیال جان شما ادامه بدی، من بازم ببخشید منتظرت نگه داشتم. حالا اینقدر اومدیم و پشت این شرکت ها رو خالی کردیم، یه خورده ازشون تعریف بکنیم بعد نیست که بنده خدا. این آقا امین شرکت عزیزم ها، خیلی خوش اومدی. بچه های جدید اومدن، خیلی 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 خوش اومدین. مثلا این شرکت های جدید فرایند این که مثلا پروژه میگیرن هم خب دقیقا همین جوریه دیگه. میان طرف واسه این که مثلا بخواد یک پروژه مثال بگیره، خب با اون شخصی که میخواد پروژه خودشو بده میاد، خب میگه که من حداقل باید یا قیمتشو باید پایین‌تر مثلا به کسی بدم، یا اینکه باید مثلا زمانشو کمتر کنم و اینا. خب اونم که شرکت داره، خب دوست داره مثلا پروژه رو بگیره که کارمنداش بیکار نمونن دیگه. اون بدبخت هم داره واسه اون پروژه داره میگه که مثال یک پروژه بود، در واقع ما اونجا داشتیم باهاش کار میکردیم با اون بنده خدا، بعد میدیم تون داره پروژه میگیره، ولی خب بهش فکر نمیکردیم این چجوری میشه که این همه پروژه داره میگیره و اینا. آقا گذشت تا اینکه یک روز در موردش پرسجو کردیم، دیدیم بله مثلا با هر شخصی که داره صحبت میکنه میگه من پروژه هاتون رو 15 روزه 30 روزه بهتون تحویل میدم. خب وقتی اینجوری بگی خب این شخص پرزنت میشه، میاد پروژه رو به شما میسپاره که آره مثلا 15 روزه 30 روزه میخواد اون پروژه رو بهتون بده. ولی خب از این خبرها نبود دیگه. مثلا بهش حدوداً یک 2-3 ماهی رو شاخش بودیم، خواستیم رو اون پروژه کار بکنیم و تست بگیریم و کاراشو انجام بدیم و هندل بشه و اینا، خیلی طول کشید. خلاصه برای پروژه گیری آقا میدونید خیلی رقابته. این بحث رقابت رو داریم توی پروژه گیری، فرقی هم نمیکنه چه کار شرکتی داخلی باشه چه کار بین المللی یا نمیدونم فریلنسری اینا باشه، رقابت شدیدی هست.
و به هر حال بعضی وقتا این چیزا گفته میشه دیگه. این که خیلی خیلی بود، اینکه 15 روزه بگه 3 ماه تحویل بده، این که خیلی چی بگم دیگه واسه همین بود که کل پروژه ها به فورس ماژور تبدیل میشد و ما باید تون پروژه ها رو میزدیم، یکیش حالا کج و کله میشد دیگه یه جوری رفعش میکردیم بهش میدادیم. اینجوری بود داستانش. کلا میگم خب بنده خدا واسه این که کارمنداشون حدودا بیکار نباشن دست به همچین کارهایی میزنن که حداقل جوش کارمنده و نگران کارمنداشونن، به چیز دیگه نباید فکر کنیم که باشن. بله. و در مورد ابزارا، بله ابزار خیلیه ماشاءالله، مخصوصا سمت گیت که مثلا گیت لب هستش و خود گیتاب هستش و برنامه‌های خیلی بهتر و این که بتونه کار یک شخص رو راحت کنه خیلی هن. خب همینجور که داشتم میگفتم برنامه‌هاش خیلی هم و حتی این کلاکیفای از بین برنامه‌های دیگه‌ای که کار کردم خیلی بهترن و تجربه‌ای که توی این زمینه به دست آوردم یکیش مثلا روی این کلاکیفای بود که واقعا خیلی خوب بود واسه دورکاری یا واسه کار تیمی که بخواین هندل کنین خیلی خوبه. و این میزیتو هستش که حداقل ترلو این مواردم توی دقیقا همین کار رو انجام میدن، ولی خب یه خورده‌ای باید توی در واقع باید یک چیزی که وجود داره اینه که باید پول پرداخت بشه، یعنی باید بخرین تا یک زمانیه. واسه همین این میز تو اینجوری نیستش و راحت تر میتونین باهاش ارتباط برقرار کنین و اینکه اینم در واقع پولی هستش، یعنی تا یک جایی میتونه کمکتون کنه، ولی خب بازم بیشتر از همه آپشن داره و آپشنالیتیش خیلی بیشتره و راحت تر میتونین باهاش ارتباطتون رو برقرار کنین. و این دو مورد بود. حالا در گیتاب هم که بهتون گفتم، گیتاب هر نوع زمینه‌ای وجود داره واسش، حتی این گیت کراکن هم هستش که یکی از برنامه‌های گیتابه، ولی خب گیت لب هم هست و خیلی برنامه‌های دیگه وجود داره. پلاگین حتی وجود داره توی وی اس کد، توی اندروید استودیو که راحت‌تر میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی، ولی خب هیچ چیزی CLI نمیشه، همین کد نوشتن توی ترمینال و اینا، و اینجوری میتونین راحت‌تر باشه ارتباط برقرار. اگه من بخوام این قسمت رو بهتون نشون بدم، این در واقع محیطی هستش که واسه این گیت در واقع وجود داره و اینجا خیلی راحت و خیلی تمیز بهتون نوشته که شما دقیقاً کجا هستین و چه برنچی دارین و تو چه کامیتی وجود داره واسهتون. پس این همه برنامه وجود داره، ولی خب من سعی کردم که برنامه‌هایی رو واسهتون بیارم و بذارم که بیشتر باهاش خودم کار میکنم و راحت‌تر میتونم این برنامه، حتی اگه خواستینم البته برنامه‌ش هم وجود داره، راحت‌تر میتونید باهاش ارتباطتون رو برقرار کنید و بذارید توی این در واقع همون عکسی هستش که در واقع تیمو با گروپ، همون داستانی که خودمون داشتیم، در واقع این دوتا رو با هم داره مقایسه میکنه. اگه من بخوام زومش کنم، بذارید خیلی زوم شد. من بخوام الان میبینین، اگه این گروه رو نگاه کنین، یعنی یه سری آدما هستن یا یه سری کارمندا هستن که دارن از یک نفر دارن گوش میکنن که چه کاری داره انجام میده. اما توی این قسمت تیم ببینین همه همدل و همه هم فکر دارن، کنار هم دارن کار میکنن و دارن در واقع با همدیگه پیشرفت میکنن. این یکی از خوبیای این قسمته. اگه بخوام این قسمت رو بهتون
نشون دادن. خب این خیلی باز راحت تر میتونین اینو درکش کنین که در واقع گروپ یه همچین زمینه ای از خودش داره، کارمندا دارن از یک نفر دارن گوش میکنن و با یک نفر فقط در ارتباطن. حالا ما مثلا یک چیزی که تو این شرکت ها مد شده، ما میتونیم مثلا با همکارمون هم ارتباط برقرار کنیم، ولی خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. تازگی ها نمیدونم، چون من حدود یک سال و نیمه کلا با شرکتی جای کار نکردم. یک سال میشه به نظر من، یک سال اینا میشه کلا با شرکت جای کار نکردم و مستقل خودم سعی کردم یک تیمی رو درست کنم و اون تیم هیچ رهبری، هیچ مدیریت کننده ای از خودش نداره، فقط یه سری جاها از خودش یک سری جاها باید یک نفر هندل کنه که اون یک نفر مشخصه و بقیه همه با هم همدل و هم فکر دارن، با هم دیگه کارشون رو انجام میدن. حالا اینکه استارتاپ مثلا خوبی یا بد، استارتاپ در واقع درست استارتاپ و اولش هیچ مبلغی و شاید مبلغ ناچیزی رو بهتون پیشنهاد بدن یا خیلی کم پیشنهاد بدن، ولی خب توش آدمایی هستن که اگر یکیشون مثلا توی اون کارمندی، توی اون پست خوب عمل نکنه، ولی اون همکارش در حد یک میدلور سنیور هستش که بتونه بهتون دانش بیشتری رو بده. و اینم بهتون بگم، تجربه‌ای که میتونین توی شرکت ها به دست بیارین توی تیم نمیتونین به دست بیارین و یکی از خوبیای شرکت هستش. من میتونم بهتون بگم که این در واقع عقیده منه. حالا شما دوستان هر کدومتون از خودتون یه عقیده‌ای دارین و اگر دوست داشتین در مورد این میتونیم مشارکت کنیم. که من عقیدم اینه که اگر شما تازه واردین و میخواین تازه شروع بکنین، اول کارآموز برین توی شرکتی کار بکنین، حتی ماه یک سال اونجا کار بکنین، توی هر شرکتی که دوست دارین برین کار بکنین و بعد از اون یک سالی یا اون یک سال خورده کار کردین، حتما مستقل بشین و دیگه سعی نکنین که، چون بیشتر از اون یعنی اضافه است که ما بخوایم توی یک زمینه یا توی یک شرکت بخوایم کارمون رو داشته باشیم. و سعی کنین واسه خودتون یک تیمی رو درست کنین و با اون تیم شروع به همکاری کنین. خب پس این که من دوست داشتم بهتون بگم و اگر شما هم عقیده‌ای دارین یا بهش رسیدین، تجربه دارین، منم دوست دارم، خیلی مشتاقم که گوش بدم و از تجربیات شما هم من استفاده کافی رو بکنم. من در خدمتم. خیلی عالی، خیلی ممنونم آقا دانیال بابت اطلاعاتی که بهمون دادی. و بچه ها هر کدوم اگر میخواد صحبت کنه دستشو ببره بالا و حالا سوالی اگه داره، تجربه‌ای داره که میخواد با ما به اشتراک بذاره و از تجربه‌اش بگه، ما در خدمتیم. خیلی هم عالی میشه. این موضوع یه موضوع واقعا مهمه، چون خیلی خوبه الان آگاهی پیدا می‌کنیم که توی قسمت‌های مختلف ایران، تا جایی که فکر کنم اطلاع داشته باشم همه الان احتمالاً از ایران باشیم، چون شهرم پرسیدیم، چه اتفاقاتی داره میفته توی شرکت‌ها، چه اتفاقاتی داره میفته و چطوری دارن با هم کار میکنن، حالا چه گروه‌های کوچیک، چه شرکت‌های حالا میتونه بزرگ باشه، تو هر جایی که دارید کار میکنید. خیلی خوبه در موردش صحبت بکنیم. الانم بچه‌ای که هستن، آقای فخرآوری عزیز، آقا میکروفونتون رو روشن کنید. صدام هست؟ بله صداتون هستش. یه نکته تو کار حالا گروهی، حالا ما تیممون که بوشهره، حالا یه شعبه اصلیش هم تهرانه. اصلیش که بوشهره. یعنی من بخوام بگم حالا تیم ما، یعنی گروه سازمان ما حالا یه هلدینگیم که حالا یه بخش تیممون حالا ERP، یه بخش مال فروش اینترنتی حالا پنبه ریزه.
حالا تو این 8 سال حدوداً ما میشه گفت 4 تا رئیس عوض کردیم که حالا یعنی تو شروع کار، یعنی با یه سری تجربیاتی دیگه تا رسیدیم تا الان، یعنی سال نهم دیگه کم کم. یعنی میخوام بگم از شروع کار دید رئیس خیلی مهمه. دید رئیس اینی که کاربر رو، یعنی اون بقولن کسی که داره کار میکنه مثلا چه حقوقی داره، چه مزایایی داره. یعنی اگر این مدیر اون کارمندش رو نکنه، اون انتظارات کاربر به مرور میره بالا، میگه آقا چرا حقوق من کمه، چرا حقوق بغل دستیم بیشتره. یعنی باید یک نوع اون سرپرست تیم بتونه خوب بچه‌ها رو توجیه کنه که رنج حقوقی چطور باشه. شما اگر میخواین به بالاتر بیاین باید خودتون رو بکشین بالا. الان بحث آموزش و این چیزا هم جدا است. یعنی تو کار گروهی، یعنی تو یه سازمانی ما باید حتما خودمون رو بکشیم بالا، منتظر نباشیم که سرپرست تیم یا اون مدیر خودتون رو بکشه بالا. یعنی شما باید خودتون رو به تیم عرضه کنید. یعنی من خودم به شخصه، یعنی شروع کارم با همون وب بود. یعنی تا زمانی که توی سازمان دیگه کاری به موبایل نخورد، یعنی از من استفاده نمی‌کردن. یعنی زمانی که من فلاتر رو یاد گرفتم تو سازمان ما هیچ بخش موبایل رو واقعا کار می‌کردن بچه‌ها، مثلا اندروید کار می‌کردن، iOS کار می‌کردن. به مرور که رفتیم جلو، حالا هم بچه‌ها رفتن، هم پروژه شکست خورد. ولی توی بحث، یعنی من خودم یعنی میرفتم یاد میگرفتم. یعنی زمانی که یه پروژه شروع شد، مثلا که باید از فلاتر استفاده کنم، من 2 سال پیش مثلا خودم کار میکردم که وقتی به مدیر گفتم من بلدم، مثلا تعجب میگه تو چطور بلدی؟ چون اون مدیر نمیفهمه. یعنی شمایی که الان دارید، یعنی فقط توی یه به قولن وضعیتی که مدیر کارو میگیره پخش میکنه. یعنی شاید بگم کمتر مدیری هست که الان بدون اصلا تو تیمش چی کار داره میکنه، بچه‌ها تو چه سطحی هستن، توی براش مهم نیست. فقط کارا رو پخش میکنه بین سرپرست با بچه‌هاشون درگیرن. یعنی میخوام بگم حتی مدیر رو عوض کرد، یعنی توی 8 سال که 4 تا مدیر عوض کردیم، مدیران نمیدونن که بچه‌هاشون تو چه سطحی هستن. توی براشون مهم نیست تو کار تیم، یعنی تو کار هلدینگی و سازمانی اون چیزایی که میرسه رو فقط پخش میکنن. بدون تیمای کوچیک جوری نیست، یعنی این وضعیت رو ندارن. حالا در کل میخوام بگم سر مزایا و این چیزا شما باید خودتون رو بکشین بالا. تا زمانی که شما نباشین، اون مدیر بالا دستیتون این چیزو براتون، یعنی اون افزایش حقوق براتون نمیزنه. هر کاری هم بکنی برات نمیزنه. میگه آقا تو چی میتونی از میکنی که محبوب رو ببرن بالا. یعنی ما الان تو این چند سالی هستیم از لحاظ بقولن خود کاری، یعنی من الان 8 سال تو سازمانم، ولی یه تیمی که تو تهرانه حقوقش الان 6 برابر منه یا 3 برابر. این قضیه یکم احساس میکنم، حالا شما یه تجربه خاصی هم دارید، شما شرکت که دارید، حالا اون هولدینگ که کار میکنید، یه شرکتی هستش که یه بخشی از کارش مربوط به بخش حالا آیتی میشه، یعنی نیاز به اون بخش داره در بخش اپلیکیشن و اینا. آره، یه زیر مجموعهش مربوط به شمایید. آره، این مدیر شما الان شما اطلاع دارید مدیرها که میان میرن مثلا تحصیلاتشون چیه، تو چه شاخه هایی تحصیل کردن؟ چون احتمالاً با بحث فنی کار شما اصلا آشنایی نداشته باشن. حالا نمیدونم شما چند نفرید توی اون مجموعه که دارید اون بخش از کار اون هندل میکنید؟ اینا رو بگی داره یکم بهتر میشه. ذهنیت مدیر خیلی مهمه. مثلا مدیرایی که ذهنیت شبکه دارن با کار نرم افزاری کمی به قولن دیر مچ میشن، چون همه چی رو اون وضعیت اینستالی در نظر میگیرن. اونایی که دید شبکه دارن همیشه مثلا یک پروژه رو میخوام بیارم بالا، میگن آقا اول برین مدل ایرانی یعنی خارجیش رو پیدا کنین، اگر اینستالیش نیست بیاین آقا خودتون بشینین بنویسینش. یعنی ما الان تو یه همچین مشکلاتی برخوردیم.
قدیم نه، قدیم ما می اومدیم مثلا یه ERP رو ما شروع کردیم نوشتن، مثلا انبار حسابداری مرور که تموم که کردیم، ولی ذهنیت مدیرها خیلی مهمه. مثلا یک مدیر اگر ذهنیتش چی باشه که این ERP که 3 سال 4 سال نوشتیم به درد نمیخوره، میان میریزنش دور، چون که پول براشون مهم نیست. این پول میاد، چه پول دارن، میاد آقا من میخوام با یه تیم جدید، اصلا با یه چیزی، با یه رویکرد جدید بیایم بنویسیم. الان همینجور شده. ما الان تیمی که هستیم مثلا مهم نیست آقا من پول خرج میکنم، ولی یه تیم دیگه با یه رویکرد جدید دیگه بیاد. حالا میگم این ذهنیت مدیر خیلی مهمه تو سازمان ها. بچه دیگه کسی تجربه مشابه آقای فخرآوری داره؟ یا مثلا کسی که دقیقا نقطه عکسش باشه، کسی که توی شرکتی کار کرده باشه که دقیقا کل سازمان و شرکت حوزه فناوری باشه، خیلی مثلا تیم دقیقا توی حوزه برنامه نویسی و اپ و این چیزا باشه. این سوال برای من ایجاد میشه که این همچین تجربه فقط توی سازمان هایی که یکم کارشون شاخش چون کلیت کارم همینه به هر حال، اپلیکیشن برای کارهای مختلفی که نیاز هست نوشته میشه، ولی اون محیط بعضی وقتا یکم محیط کاملا برنامه نویسیه، میان قرارداد میبندن با حالا کارفرما، حالا از هر چی که میخواد باشه. نه، یه هولدینگی هستش، یه سازمانی هستش که انقدر بزرگیه که حالا میخواد کلا یه تیم کاملا مختص به خودش رو داشته باشه. این دو حالت فرق میکنه. آره دقیقا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. مثلا یک تجربه‌ای که میتونم من بدم اینه که حالا ما مثلا توی اون شرکتی که داشتیم کار میکردیم، اون شخص بالاسریمون حدوداً اینجوری بودش که خودشون برنامه‌نویسی بک‌اند کار کرده بود توی یک شرکت دیگه‌ای که بعد اون شرکت رو زد به نام خودش. خیلی مثلا بچه ها رو درک میکرد، یعنی از لحاظ این که بخواد به بچه ها برسه، درکش کنه، با تکنولوژی جدید آشنا باشه. یعنی سال 98 من کمترین کسی رو میدیدم که بیاد مثلا تو بحث نوبیتکس بیاد اپاشون رو مثلا با فلاتر بزنن. و ما اون موقع اونجا کار میکردیم، واقعا خیلی از بقیه جلوتر افتاده بودیم، چون که کدوم فنیمون واقعا صرافی است یا نوبیتکس دیگه؟ نه همون صرافیه. کریپتو. آره اون اونجا کار میکردیم. با فلاتر زد ها؟ اپ اکسچنج رو با فلاتر زدیم. خیلی آره خیلی هم عالی. و نمیدونستم. آره و خیلی مثلا توی فنی خیلی میشد کمکمون کنه. اما بعد از اونجایی که چون من حقیقتا یه خصوصیاتی که داشتم، دوست داشتم با بقیه مثلا هم یاد بگیرم، هم پیشرفت کنم. همین که مثلا اگر من یک ماه توی اون داستان باشم، مثلا توی یک شرکت کار بکنم، انقدر با بچه ها ارتباط میگیرم، باهاشون صحبت میکنم، باهاشون چنج میشم، یعنی خیلی دیگه باهاشون اوکی میشم. انقدر باهاشون اوکی میشم که کلا اطلاعات داده هامون رو شروع میکنیم به هم میدیم. یعنی در این حد بود. خیلی توی اون لحظه خیلی پیشرفت کرده بودیم. حتی من اون دقیقاً سال 98 من اصلا نمیفهمیدم که مثلا دارت هم میتونه فریمورک از خودش داشته باشه. فریمورک جدا واسه بکندش داشته باشه، که اون موقع ما تازه اومدیم با آنجل آشنا شدیم، اگر اشتباه نگفته باشم. یعنی خیلی وقت باش کار نکردم، ولی خب کلا مقاله هاشون رو خوندم و در مورد خیلی از موارداش توی همون
شرکتایی که بودم تجربه کسب کردم با همکارای خوبی که داشتم. اینو خوب شد گفتی دانیال جان، این از ابزارهایی که خیلی کاربردیه. اگه بچه خواستین تا دانیال حالا اونو میگه، بحثی هم که هست توی سازمان ها و شرکت هایی که به وجود میاد، یه بحثی که من خودم خیلی توش چطور میگن کنجکاو بودم، این سازمان های بزرگ و شرکت های بزرگ که الان دارن کار میکنن همشون از یه جای کوچیکی شروع کردن، از یه تعداد نفرات کوچیکی. حالا کاری ندارم بیشترشون هم حالت تیم بودن و نمیدونم استارتاپی و این چیزا، ولی اینا که میان بزرگ میشن کم کم اون یه بستری اون زیر باید طوری مرتب چیده باشه، یعنی اون انگار اون ساختمانی که میخوایم چند طبقه بسازیم اون فونداسیون خیلی مهمه. برای این میدونم که حالا توی بحث خود رشته ما نرم افزار و بعد توی حوزه MBA و این چیزا مباحث مختلف علمی وجود داره در موردشون، روش‌های مختلفی که از نظر علمی اینا به هر حال توی چندین سال و چندین دهه که گذشته کردن و من خودم حالا گاهن سعی می‌کنم مطالعاتی داشته باشم در موردش. الان یادم افتاد گفتم بپرسم کسی در این باره اطلاعاتی داره، قبلا مطالعه کرده؟ اگه بود حتما اینم بگه. ما خیلی، من خودم واقعا مشتاقم در این مورد یاد بگیرم. خب دانیال جان، خب اینجا این آنجل که من لینکش اینجا واسهتون فرستادم سمت سرورش داره کار میکنه، یعنی دارت یک فریمورک از خودش درست کرده. شما مثلا بتونین از طریق این فریمورک بتونین با دیتابیس هاش کار بکنین، سمت سرورش رو با آنجل هندل کنین و یه خورده سینتکسش با بقیه فرق میکنه که حالا اینجا توی این قسمتش یا حتی اینجا در مورد پروژه هایی که اینجا خوردش اینجا صحبت کرده و خیلی موارد مثل روت و بیسیک روتش اینا همش رو اینجا معرفی کرده که مثلا سینتکسش به این شکله. بذارید اینجا به این شکله. اینجا مثلا شما اگه بخوام پست کنین، پس کنین، دلیت کنین، گت کنین، اینجا پسشو میذارین و ریکوست هندل میتونین. یک جورایی مشابه که نمیتونم بگم، ولی خب سینتکسش فرقش با فراگ کار نکردم، من با دقیق زیاد ازش آگاهی ندارم، ولی خب این آنجل همونجا که یه خورده با هم در مورد سرچ کردم متوجه شدم که همچین موردی وجود داره واسه سمت سرورش رو بخواین هندل کنین و خیلی 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 کم ازش استقبال شده و این هم طبیعیه که کسی نشناسه. و اینکه اینجا مثل این که فلاتر چت رو با همین زدن، پروکسی رو سرف پروکسی رو همینطور با و یک یوتیوب هم با همین زدن، اینجوری که اینجا خودش داره میگه و من دارم میگم بهتون، چون خودم زیاد فقط تونستم اینو پیدا کنم، داکیومنتش رو بخونم، یکم در موردش یک اینجوری ساختارش یه حرکتی هم در موردش بزنم و یه چیزایی دستگیرم بشه که سمت سرور رو خواستم هندل کنم با این هندل کنم که خوشبختانه اومدم و گولنگ برعکس به تورم خورده نشستم پای گولنگ و یه سری مقاله هایی هم در مورد اکسپورت و ایمپورتش خونده بودم که چه جایی باید اکسپورت و چه جایی ایمپورت بشه و حتی میکسین ها چه کارایی میتونن واسه این. دقیقاً این از همون زمانی که من تو اون شرکت رفتم و در موردش توی شرکت تحقیق میکردم و اونجا واقعا باورتون نمیشه شاید من یک روز اونجا من فقط آموزش میدیدم بدون اینکه مثلا مدیر پروژه بیاد چیزی بهم بگه یا مثلا بخاطر مثلا مدیر فنیمون فقط ازم گزارش کار میگرفت که امروز چه کار مفیدی واسه شرکت انجام دادی و من اونجا آموزش هایی که انجام میدادم و واسه شون لیست میکردم و
از همون موقعی که همچین حرکتی رو زدم تو اون شرکت تا آن اصلا توی وجودم جا افتاده که مثلا هر چند وقت یک بار میرم اطلاعات هم آپدیت میکنم، حالا به هر نحوی که شده داکیومنت بخونم، شده آموزش ببینم. خیلی کم تا دیگه از یوتیوب استفاده میکنم، بیشتر داکیومنت خودشون رو میخونم. بلاک یه سری تغییرات رو اعمال کرده و در موردش داکیومنتش رو خوندم، چی شده، داستان چیه، و یه سری تو همین مورد اصلا. بعد زیاد از بحثم دور نشیم، اینو من لینکشو واسهتون فرستادم، خودتون برین یه نگاهی بکنین در موردش، اگه خواستین در موردش تحقیق کنین متوجه بشین. جانم در خدمتم، محمدم اینجا. سلام به همه دوستان، منو دارید؟ سلام بله عزیز. صدا تو داریم. بله عالیه صدات. سلام، شب همگی بخیر دوستان. دانیال علی داشتم در مورد، حالا نه صرفا آنجل، کلا در مورد دارت برای بکن، برای سمت سرورش، در مورد هزینه سرورشه. چون حالا به هر حال مثلا در مورد PHP شنیدم هزینه سرورش خیلی پایین‌تره نسبت به بقیه، نمیدونم حالا نسبت به همینه که شنیدم مثلا دقیقاً یه چیزایی شنیدم در این مورد. میخواستم بدونم دارت چجوریه، دارت مثلا هزینه سرورش چقدره، چیزی در این مورد میدونی؟ من حقیقتا من سرور دارت تا حالا امتحان نکردم که بخوام چیز ازش بدونم و بیشتر با گولنگ کار کردم. گولنگ و PHP رو مقایسه کردیم. مثال توی چند وقت اخیر PHP مثلا ماهیانه حدوداً شاید میرسید مثلا به 15 تومن، 15,000 تومن، 15 تومن 20 تومن ماهیانه، اما گولنگ بود 60 تومن، نزدیک 65 تومن اینا بود قیمت های سمت سرورش رو من دارم بهت میگم. اما از دارت من اطلاعی ندارم حقیقتا، چون دنبالش هم نرفتم خیلی وقت، کلا با سرور دارت اصلا کار نکردم. ممنون ازت. بچه کسی کار کرده اینو اطلاع داره، یا مثلا سرور پایتون هم حالا اگه اطلاع دارید ممنون میشم بهم بگید. بقیه دوستان مشارکتی بکنن در مورد این موضوع، اطلاع چیزی داریم بگید. در مورد سرور، حالا فکر کنم خود دارت که مثلا بخوایم پروژه هاشو اکسپورت بگیریم، مثلا اندروید و iOS اینا که نداره، فقط برای وبش که باید حالا ما تو خود شرکت تمام سرورامون ویندوزیه، فقط روی ما یه iOS حالا سمت ویندوز میذاریمش. فکر نکنم دیگه فرم خاصی داشته باشه، یعنی سرور خاص مهم باشه. ما رو همه سرورها جواب بده، چون که ساختارش HTML دیگه. حالا تا چیزی که من آقای من میدونم هم نوشتن توی چتا که مال پایتون مخصوص جنگو از 200,000 تومان شروع میشه. چیزی که خیلی شگفت زده کرد منو واسه گولنگ این بود که گولنگ سرعت خیلی بالایی داره واسه ریکوست سمت سرور، خیلی خیلی بالاست و یه چیز که توش هستش میتونه مثلا اگر اشتباه نکرده باشم و هنوز حضور ذهن داشته باشم، توی هر ثانیه فکر میکنم دوربر 6 میلیون ریکوست رو میتونست ارسال کنه و دریافتش رو بگیره. که این موردش رو که من دارم بهت میگم، حالا نمیدونم، حالا بازم من نمیدونم، اگه دوستان میدونم به هم بگن. توی مثلا PHP اینا خونده بودم، PHP انقدر کشش نداره، دارت انقدر کشش نداره و همینطور که مشخصه گولنگ از حدوداً سال 2020 اگر اشتباه نکرده باشم پاشو گذاشت توی جا پاشو باز کرد توی این دنیای برنامه نویسی، تونست یک کاری رو هندل کنه. اگر تونستم جواب سوالتو بدم خب خیلی خوب بود.
ممنون از اطلاعات مفید دانیال جان. حالا طبق چیزی که تو ذهن خودمه در مورد هزینه سرورها، یعنی نمیدونم واقعا، من سم سرور کار نکردم، ولی شنیده بودم چون پایتون خود اون سرورها ندارن، یعنی خودشون نصب ندارن، مثل این مخصوص بخرید که هزینهش بیشتره و خودتون دستی نصب کنید پایتون رو، به خاطر این هزینهش بیشتره از PHP. حالا دارت، چون دارت خیلی کمتر اصلا کسی زیاد سمت سرور ازش استفاده نمیکنه تو ایران، فکر نکنم کسی هم استفاده کرده باشه. مطمئنم اونم شاید همین قدر باشه. و اینکه حالا بحث سرور شد و بحث اصلی هم دور شدیم، عذرخواهی میکنم بابتش. من از سوپابیس هم استفاده کردم، مثل فایربیس، به شدت کامل بود، به شدت شبیه، به شدت خوب بود. و همین جان اونم بحث هست. فیلترینگ داره. جان بحث فیلترینگ رو داره مثل فایر بیس. نه اصلا بس فیلترینگ اصلا نداره. شما میتونید سایتشو بدون فیلتر شکن باز کنید، مشکلی نداره اصلا از لحاظ برای بگیم مثلا اپهای فیلتر و تحریم داخلی هم اینا. نه کاربرد داره. آره حتما اوکی. با این فایربیس خیلی سریع بود. خب مثلا من یه پروژه کار میکردم، من علاوه بر اینکه رو سیستمم با خودآزادی با فیلتر شکن رانش کردم، روی سیستم روی گوشی اونم با فیلتر شکن تا مثلا فایربیس باز میشد، یه سری بخشاش کار میکرد ولی یه سری بخشاش بازم تحریم بود، بازم شناسایی میکرد و فیلتر داخل شکن ایران خیلی اینطوریه دیگه، فایر قوی بیس میکنه. استفادهش اگه مثلا داخل کشور باشه اصلا کاربردی نداره. برای داخل نه ها توی منطقه. خارج به شدت کاربردیه، فوق خیلی العاده محمد امین جان، کاربردیه. آره. ببخشید جانم. محمد امین جان، یکی آقا رضا میگه که اسمشو دوباره میگی. ها گذاشت بذار من مینوشیم، حالا فکر کنم سوپاپیز. تلفظش میشه نمیدونم بچه لینکشو ها. گذاشتن. سجادم نوشتن. آره. آدم از که آقا سجاد قربانی عزیز. آره خیلی خوب. بعد یه چیز باحالی هم داشت، مثلا یه مثل چت جی پی تی یه ای آی داشت، مثلا میتونستی در مورد داکیومنتش سوال بپرسی. حالا طبق خود گفته خودش زیاد دقیق نیست، باز خیلی خوب بود، باز یه سری چیزا مثلا کمک کننده بود. جالبه، البته برای بچه خودش خوبه. حواستون باشه یه محدودی داره که اون پلن رایگانش یه محدودیتی داره، حالا بسته به نیازتون برید چک کنید ببینید اون رایگانش برای جواب تعداد میده اینا، برای نمیده. تعداد کنی ازش نه به این محدودیتی ریکوست، نگذاشته. نه به این محدودیتش اینجوری بود. حالا بیشترین چیزی که به چشم می اومد محدودیت دیتابیسش بود. خب مثلا دیتابیسش تا 500 شما میتونستید روش اطلاعات ذخیره کنید و تعداد ریکوست نه، شما میتونستید هر چقدر دلتون میخواد تعداد ریکوست بهش بزنید. حتی بعد اینکه اون دیتابیس هم پر میشد باز میرفت تو حالت رید آنلی، یعنی صرفا میتونستید اطلاعات بخونید، یه چیز دیگه نمیتونستید رو دیتابیس بذاری. بکنم یه همچه حالا اینکه این محدودیت دیتابیسش هر ماه باز مثلا شارژ میشه یا نه رو نمیدونم به خدا، ولی احتمالاً 500 یه مگابایت هم خیلی. طرف یه مبلغی پرداخت کنه تا بتونه اون محدودیت رو برداره، آره اینطوریه. بیشتر بخواید فکر کنم 21 پلن داشت $25، $25 بود فکر کنم. آره. آره میشه 1,250,000 ناقابل. خب آره دیگه محمد امین جان، من زیاد مبلغش، ولی در خارجی عددی نیست واقعا، توی اروپا و نمیدونم آمریکا این چیزا. آره حالا شاید بشه مثلا قیمت پایین تر هم داشته، ولی برای مثلا یه اپ تمرینی یا نمیدونم یه اپ شخصی یا نمونه کارتون واقعا فوق العاده است، یعنی برای اون عالیه. با خیلی چیزا باحالی هم داره، خیلی هم مثلا ساده بود حتی. و برای فلاتر هم استیکه آماده داره، میتونید سریع خیلی راحت میاد بالا و میتونید باش کار کنید، یعنی حتی از فایر بیس هم راحت تره، خیلی راحت تره اینجوری. خیلی هم عالی. خوب، حالا من نمیدونستم، خوب شد که میشه راجع به شالا سرچ اینا بزنیم اطلاعاتون رو بیشتر کنیم، احتمالا خیلی هم کاربردی بشه دقیقا. برامون. بچه ما تا یه 4-5 دقیقه دیگه به اتمام میرسونیم جلسه میترو.
سوال ها کسی چیزی داره برای گفتن، سوالی آقای داره باقری بپرسه. آقای باقیان دستشون بالا بود. آقای باقیان بفرمایید میکروفون رو روشن کنید. بحث سلام، خسته نباشید. بابت مرسی این من مثلا که این نوتیفیکیشن هم داره یا برای مثلا برای دیتابیس نوتیفیکیشن حقیقتا نمیدونم آقای باقیان، چون خودم تازه رفتم سمتش، هنوز استفاده آنچنانی نکردم ازش، در این مورد اطلاعی ندارم. ولی برای نوتیفیکیشن حالا تو گروه ها از بچه که شنیدم میتونید از همون فایربیس استفاده کنید، همون قابلیت FCM بود فکر کنم، از فایربیس استفاده کنید. تا سروری که باش درخواست میزنید به فایربیس باید خارج از کشور باشه. حالا بچه‌های تو گروه اینا خونده بودم زیاد بحث نمی‌دونم. فایر بیس نوتیفیکیشنشون کاری میشد هندل کرد. آره راست میگه آقا همین. من فایربیس رو مثلا تست یه مشکلی که داره اینه که مثلا برنامه بعد از یه مدت باشه یا مثلا گوشی روشن خاموش بشه دیگه خوب کار نمیکنه. نوتیفیکیشن ها رو نمیدونم باید مثلا تنظیمات خاصی انجام بشه یا اینکه کلا مدلش این شکلیه، مثلا باید مرتب باز بشه برنامه، مثلا باز باشه که نوتیفیکیشن بعد. نمیدونم حالا شما خوردید یا نه. به شخصه که تا کسی حالا تست بلند مدتی نرفتم، کرده نوتیفیکیشن با فایر بیس رو؟ من که نکردم، حالا بچه ها تجربه آره من دارن معلوم تجربهشو دارم، دارن استفاده کرده باشم برای فایر بیس، ولی اینکه مثلا یه چند وقت دیگه بیام دوباره اونو چک کنم همچین تجربه‌ای نداشتم. گفتم اگه بچه‌ها اینجا همچین تجربه دارن بگن. برای نوتیفیکیشن برای همین مورد نمیتونم دقیقا بگم. آقای شریفی هم دستشون بالاست. بفهمید آقای شریفی. ببخشید علیرضا جان متوجه نشدم بین حرفات چی گفتی. میگم لازمه شما کلا برای نوتیفیکیشن با چه روشی پیاده سازی میکنید؟ تو اپ یا مثلا زیاد استفاده نمیکنید؟ چون من اکثر اپ هایی که مثلا پروژه‌ای که میاد خیلی هاشون نیاز دارن به نوتیفیکیشن. واقعیت من چون زیاد داخلی کار نمی‌کنم، بحث خارجی اینا کار کردم، توی بحث خارجی اصلا مشکلی نیست با فایر بیس. اوکیه، هر چیزی هم بخش سمت سر اینا باشه با همون فایر بیس هندل می‌کنیم. اوکی. من حالا میگم تست کردم، مثلا درخواستاشم تست میکنم میاد، ولی میگم این مثلا مثل به اپ‌های ایرانی دیدید نوتیفیکیشناش چجوریه، خوب نمیاد، قشنگ مثلا به موقع نمیاد، باید حتما اپ باز باشه. مثلا وقتی اپ بسته است مثل تلگرام یا واتساپ اینا نیست که بیاد کامل همه نوتیفیکیشن ها، این شکلی نیست. این بحث آره توی گروه چون داریم کم کم به پایان میرسی میت، توی گروه اطلاعاتی اگه خودم هم داشتم یا بچه دیگه هم حتما به اشتراک میذاریم. آره. کسی هم اگه اطلاعاتی این باره داشت خیلی خوبه. بچه ها آقای یکی از بچه هم دستشون بالا بود، متاسفانه یکم آقای این آره دستش آقای بالا بود. فخرآوری. آقا محمد حسین عزیز در حد 1-2 دقیقه اگه بگی خیلی ممنون میشم. این بحث نوتیفیکیشن الان ما بقولا نرم افزار قبلیمون که اندروید بود الان با فایر بیس کار میکنه، یعنی چون که تو بازاریابی شبکه‌ای هم هست به تعداد خیلی بالا الان بدون مشکل داره کار میکنه. برای فلاتر هم الان مشکلی نداره. حالا تا زمانی که ما رو فیلتر نکردن الان سرویس ها بدون مشکل داره کار میکنه. حالا بچه ها اگر موردی دارن که مثلا دیر میرسه، ولی خب به هر حال میرسه، حالا خیلی هم طول نمیده. حالا هم آره یه بره تأخیر مثلا در حد 1-2 دقیقه آره بعدش میرسه. آره هم بره وب و اندرویدش الان مشکلی نداریم، یعنی چه بک‌گراند چه حالا فورگراند میرسه. آها خیلی عالی. یک زمانی که یک آقای لینکی رو آقای سلیمان زاده بله گذاشته. پوشه.com آره بود چی بود من آره یه آره لحظه آره ببینم. آره آره پوشه دات کو نه خوب بچه هم چک نداره. کنید دو تا دیگه. ایرانیش هم هست، نجوا و هم پوشه. حالا تستشون نکردم ولی چون که اینماد اینا داشتن به هر حال معتبر میان. خیلی عالی.
بچه‌ها این اسمایی که بردیم تقریبا یه چند تا موردی بردیم اسم. بازم اطلاعات تکمیلی هر کی داشت خیلی عالی میشه توی گروه در موردش بیشتر صحبت کنیم. حتما میتونیم حالا مقایسه‌ای هم انجام بدیم که کدوما مخصوصا توی اپ‌های داخلی بهتره، چون بحث فیلترینگ هم همیشه هست با کسی که در داخل جغرافیای ایران هستش. و خیلی هم ممنونم از آقا دانیال عزیز و بقیه بچه‌ها که اومدن امروز با ما بودن. من خیلی هم خوشحال شدم آقا امین عزیز و آقای قربانی عزیزم بعداً به جمع اومدن، با اینکه میدونم آقا امین امروز کار داشت. و خیلی ممنونم ازتون. بحث‌های تکمیلی هر بحثی که بشه توی گروه حتما صحبت میکنیم. توی هفته‌های آینده هم چند تا موضوع دیگه هست بچه ها آمادن که بهشون میپردازیم، بحث خوبی هم هستش. انشالله توی هفته‌های آینده قبلش اعلام میکنیم توی کانال و انشالله میاییم و میتینگ های بعدی رو برگزار میکنیم. بازم تشکر میکنم، خیلی ممنون تشریف آوردید. و آقا دانیال عزیزم من خداحافظی میکنم. آقا دانیال اگه خواستن خداحافظیشون انجام میدن. روزها و شبهای خوبی داشته باشید و به امید پیشرفت. خیلی ممنون. بچه ها خسته نباشین. ممنون از اینکه وقت گذاشتین اومدین به حرفای منم گوش دادین و تجربیاتمون رو آوردیم وسط تو یکم حال کردیم خودمونی. خیلی هم ممنونم که تجربیات رو در اختیار ما قرار دادی. متشکرم. بچه ها شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار.